خب بچه ها، سلام و درود خدمت شما. امروز بچه اومدیم یه بار ماشین رو بزنیم تا یه جایی باید ببریمش. فعلا بچه این باری که پشتشه ماشین داخلش نیست. یه جا از 3 تا ماشین حالا خوب هست که میریم حالا اونجا ببینیم چی هست. گفتم باید بریم اونجا بار بزنیم، بریم ببینیم چی هست. ویدیو بچه ویدیو جذابیه، امیدوارم که خوشتون بیاد، حمایت یادتون نره، ویدیو جذابی قرار باشه و کاملا سرگرمش. کنم بچه جا همین نمایشگاه اینجاست. ببخشید، یه دون نمایشگاه اینجا هست، فکر کنم اینجا باشه. آره در بچه نمایشگاه همینجاست. نازنین به ماشین مردم. اوه چه ماشینایی. خب بچه ماشین اینجا پارکش میکنیم، خاموشش میکنیم. خب یکی این ماشین پونتیاکه، این تویوتا اوتا 300 بچه ها، دما داخلشه. اینم تویوتا نمیدونم حالا مدل چنده، اینم داخلشه. خب عرضم به حضورتون که دونه دونه ماشین رو بریم بذاریم داخل. بریم ماشین رو بذاریم داخل. بذاریم اول چیزی یادم رفت، اینا شدم تصادف کردم. آشون خوب. بذار من در کانتین رو باز کنم. خب در کانتینر باز بشه بچه. دوش هم خوبه، جا زیاد داره برای ماشین ها که فکر نمیکنم جا بشم، ولی خب جا میشم. اولی ماشین بچه اینو روشنش کن. اوف صدا رو بچه قبل از گذاشتن تیک آف اینجا بزنیم با این شوریه. عرض میخوره. بچه بس الان صاحب کارمون میاد بیرون. دن سرویس. خب بعد اومده این قرطک. بچه ماشینا رو آروم باید جا بجا کنیم چون خیلی حساس این صاحبش روش. باید بزن یکم برم عقب. ای بابا این نما. خب این از این ماشین بچه ها. این سرا ماشین بعدی تویوتا. تویوتا هم بزنیم داخلش. نگیره نگیری. نه خب بچه اینم اوکی اومد تو. خیلی این پتو پهنه بچه ها.
بریم سراغ ماشین بعدی بچه ها. اینو بچه ها از عقب اوکی میبرم داخل، چون موقعی بخوام بیایم بیرون راحت تریم. امیدوارم جا بشم ماشین. بچه این پمپی ها کردی زدن دورتر. خورد بچه ها، خورد. آی بسته میشه در ماش. نگیره نگیره. یه ذره هولش داد. اوکیه اوکی بچه. خب خودمون با چایه ببریم قیچی نکنه. از همونجا بچه اومدیم دوباره با ماشین رو ببریم. از همونجا هم خود صاحب ماشین بارو بهمون داد. بریم تا اونجا. نیاد. وایس وایس. بچه داخل این جلو این گاراژه با بذاریم ماشین رو. اینجا ماشین پارک کنیم. دقیقا همینجا ماشین خاموش کنیم. دارم ماشین ها بچه تویشون نشده باشه، یه نا به خسارت بدیم. ردیف هست اینجا پارکشون میکنیم. اینجا باشه بچه بهتره. باید اینو خاموش میکنیم بریم سراغ ماشین بعد. فکرم گرفته بچه. اخ آروم آروم. هیچ نشد بچه، شانس آوردیم. ماشین نو اوکی. خاموش کنیم بریم سراغ ماشین بعدی بچه. پونتیاکمون یه پونتیاک بچه تصادفی هست، یه نفر داره. بعد ارزم به حضورتون که او بچه جلوش خورده. شت. مجموع بچه خسارت خیلی سنگینه بده، کارش دی نمیشه. خب داشتم بچه بهتون میگفتم یه نفر یه پونتیاکی داره همین رنگه، تصادفیه ولی میفروشتش. اگه بخواین حالا داخل کامنت ها بگین بخریمش، بازسازیش کنیم داخل گیم. بعد ارزم بزرگتون که
استفادهش کنیم دیگه. خب بریم خود ماشین هم بیاریم پارک کنیم، در ببندیم، ماشین پارک کنیم کنار اینا. خب اوه بچه نشد. خب تا ماشینشون خاموشش کنم. خب بچه اینم بود از این ویدیو، امیدوارم که خوشتون بیاد. حالا این دوتا ماشین سالم بودن، این پونتیاک یکم خوردگی داره و پیدیارش کنیم. بعد بهتون گفتم برای ویدیو بعدی اگر حالا دوست داشتین سبک بازسازی رو بسازیم، ویدیو جذابی توش در میاد. خیلی ممنونم که بچه تا اینجا تماشا کردین، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.